بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات دوستان عزیز. تاج محمد صافی هستم از یوتیوب چنل آی تی تکنیکال شو. امروز دوستا در بخش پروگرام ما برنامه پروگرام اکسل را بالاش کار میکنیم که درس اول اکسل میخوانیم. سر پروگرام اکسل وقتی که پروگرام اکسل باز میکنیم دوستا امرای ما اول به این شکل یک صفحه میاد که در این بخشش رسنت همو فایل های را که مثلا قبلا ثبت شده میتوانیم باز کنیم. از اینجا میتونیم که یک بلانک ورک بوک بگیریم و از اینجا میتونیم که تمپلیت های جور شده که مثلا اگه با کار باشه از اینا کار بگیریم. فعلا میایم بالای ورک بوک خالی کار میکنیم. پروگرام اکسل یکی از برنامه‌های مایکروسافت آفیس است. قبلا خواندیم که ورد به خاطر داکومنتیشن استفاده میشد که مثلا دو ما یک جدول جور میکردیم، یک مکتوب تایپ میکردیم، مثلا کتاب ها دیزاین میشد، مجله ها دو دیزاین میشد. لکن اکسل که است، اکسل به خاطر کارهای محاسبه استفاده میشه. و اکسل پروگرام اسپریت شیت است. اسپریت شیت عموما به خاطر محاسبه استفاده میشه که کارهای ریاضیکی و حساب ما در پیش میبریم. این هم هست صفحه پروگرام اکسل. اولتر از همه باید صفحه را معرفی کنیم که در صفحه چی چیزا داریم. اول همراه ما است تایتل بار. در تایتل بار چی میشه؟ وقتی که فایل ما ثبت میکنیم نامش میاد. فعلا بوک 1 نوشته است. فایل اکسل با ورک بوک شناخته میشه که اینجا مثلا ما باز اول پیش از اینکه ثبت شه بوک 1 میاد. و دیگه چی داریم اینجا؟ کنترل بتن داریم، کلوز، مکسیمایز، ریستور و مینیمایز. و در اینجا کویک اکسس تول بار داریم که سیف داره، اندو، ریدو و دیگه کماندار هم ما میتونیم که اینجا زیاد و کم بسازیم. دیگه ما داریم کماند تاب که قبلا با فایل با مینو یاد میشد، فعلا با نام کماند تاب یاد میشه. و این بخشش با نام کماند گروپ یاد میشه. بین دو خط که قرار داره، این خط تا این خط، این یک گروپ است مکمل که به نام کماند آف گروپ است. این بخش به نام نیم باکس یاد میکنه. در هر سلی که ما استاد میشیم همون سل برای ما اینجا نامش نشان میده. و این منطقه را به نام فرمولا بار میگه. وقتی که ما یک فرمولا داشته باشیم، از جمع باشه، ضرب باشه، تقسیم باشه، برای همون که کلیک میکنیم در فرمولا بار برای ما نشان میده که بعدا درش کار میکنیم. دیگه چی داریم اینجا؟ در صفحه اکسل ما کالم داریم که به شکل عمودی است، با کالم ها به ای بی سی شناخته می شود. و دیگه رو داریم یا قطار که با حساب یک دوستی شناخته می شود. دوستان عزیز، اگر بخواهیم که معلوم کنیم که در یک شیت چند رو داریم و چند کالم داریم، میم در این ساحه میم کنجکی را یک بالاش یک کلیک میکنیم. وقتی که بالاش کلیک کردیم برای ما نشان بده که در یک شیت ما چند کالم و چند رو داریم. در کنجکی برای ما نوشته است که 10,48,576 آر یعنی رو داریم و 16,384 کالم داریم. دیگه ما اینجا چی داریم؟ جایی است که از اینجا ما میتونیم در صفحه ورک بوک شیت اضافه کنیم. در یک ورک بوک اکسل 255 شیت می باشن که با کلیک کردن دکمه پلاس یا مثبت میتونیم که شیت ها را اضافه بکنیم. در پایین از با ما داریم استاتس بار. استاتس بار چی میشه؟ وقتی که ما اینجا بعضی معلومات داشته باشیم، برای ما استاتس بار کل معلومات نشان میده که چند سیل داریم، چقدر است. اینمی بیدین دوستان اجماعی که اینمی چند سیلی که ما انتخاب کردیم، اوریج ازی اوسط ادمی عدد 66 است. کاونت 10 دانه سیل با امرای ما سلیکت از زمی کالم و مجموعه ازی چند میشه؟ 660. اگر ما اینجا کدام تغییرات بیاریم و ایرا کلش سلیکت کنیم، فعلا میبینیم که اوریج یا اوسط تغییر کرد، 69.4 شد. کاونت خونم 10 سیل است و سم یعنی مجموعه ازی 694 هستن. دیگه اینجا ما سکرول بار ها را داریم که مثلا سکرول بار عمودی است که مثلا سفر تا بالا میبره که دکمه را کلیک کرده سفر را بالا و پایین برده میتونیم. و دیگه اسکرول بار افقی است که از ما میتونیم به شکل افقی عرضاً سفر مثلا یک طرف و دیگه طرف ببریم.
دیگه در این بخش پایین که است ورکبوک ویو است که مثلا چه رقم ببینیم در حالت فعلا حالت نرمال است. پیج لیاوت با این شکل برای ما نشان میده که مثلا در چاپ چه رقم میایه. و دیگهش از پیج بریک که فقط اون جایی که ما معلومات داریم اما اندازه سفر نشان میده، دیگهش نشان نمیده. و این ساحه است که زوم میکنه سفر خرد و بزرگ میسازه. بعد از این دوستان ما میایم که اول سر چیز کار کنیم، سر یک فرمول کار کنیم که در اکسل ما فرمولا را چه رقم کار میکنیم. دوستان وقتی که ما سل ها را جمع میکنیم، به طور مثال ما اینجا عدد داریم در 2 سل، میخوایم این را جمع کنیم. اگر ما اینجا بیایم مثلا بگوییم که مساوی این عدد، یا مثلا خود ما به شکل انفرادی بتیم مثلا بگوییم 55 جمع 44. وقتی که ما این را جمع کنیم این اعداد خود جمع شد، برای ما توتال از 2 سل نشان داد، لکن این فرمول با 2 سل ارتباط نداره. اگر ما اینجا کدام چیزی را اضافه میکنیم در توتال ما یا در مجموعه ما که در اینجا فرمول برآمده بر ما نشان نمیده. و اگر بالای از استاد میشیم در فرمول بار بریم، بر ما میگه 55 و 44 جمع شده، لکن در اینجا 66 و 44 داریم. وقتی که ما با این شکلی را جمع کنیم که نام سل بتیم، مثلا نوشته کنیم که مساوی، این سل در کجا موقعیت داره؟ در کالم جی است و قطار 5 است. قطارش هم ببینیم که چند است، قطارش هم 6 است. ما اینجا چی باید نوشته کنیم؟ در اینجا باید ما نوشته کنیم که G6. وقتی که نوشته کنیم خود به خود انتخاب میشه. بعد از او علامه جمع میتیم و دیگر میبینیم که ایده کجا موقعیت داره، ایده K7 است. اگر K را نوشته کنیم و بالایش 7 میبینیم اتومات سلکت میشه. حالا اگر انترش کنیم ایره برای ما جمع کرد. و حالا اگر ما دیگه تغییرات بریم در توتال یا در مجموعه ما هم تغییرات میه. مثلا ما اگه اینجا بیم که در حال فعلا توتال 110 است، اگه اینجا تغییرات بیاریم در توتال ما تغییرات آمد. بعد از دوستا به این شکل هم جمع کرده میتونیم. و اگر ما مثلا بخوایم که جمع کنیم اینجا مساوی را بتیم، در هر فرمولی که ما اگر تقسیم باشه، ضرب باشه، جمع باشه، منف باشه، ما باید در این مساوی را کار بکنیم. اگر این را انتخاب کنیم بعد از علامه جمع بتیم و این را انتخاب کنیم، بعد هم به مو طریقه برای ما این را چی میکنه؟ جمع میکنه. این شد طریقه جمع کردن. حالا اگر بیایم مثلا ما یک تیبل جور کنیم که چه رقم ما میتونیم در تیبل به چندین طریقه جمع کنیم. مثلا نوشته کنیم نیم جاب سالری medical allowance total. مثلا ما اینجا نامایشان رو نوشته میکنیم احمد خان سلیم شبیر رحیم. ما وظیفه از یارم نوشته میکنیم مثلا ادمین است، منیجر است، افسر است، گارد است، درایور است. معاشاتشان هم نوشته میکنیم که مثلا چند معاش داره. مثلا از این نوشته میکنیم 500، از این است مثلا 800، از این است مثلا 400، از این است مثلا 200 و از دیگه شما است مثلا 300. مدیکال الاونس مثلا ماهانه چقدر به خاطر تداوی و دیگه برای از اینا مثلا پول میته. از این مثلا است 50، از دیگه است مثلا 80 است، از دیگهش 40 است، از دیگهش 20 و از نفر دیگه 30. حالا میره توتال میکنیم که مثلا احمد ماهانه باید چند پیسه بگیره، خان چقدر بگیره
و توتال مکمل سالری را ما میکنیم که چقدر معاشات ما ماهانه برای کارمندای خود میدیم، چقدر مثلا اینا مدیکال الاونس میگیره، چند رقم میتونیم این را جمع کنیم. یکی خود جمع کردن است، مثلا مساوی این را انتخاب کردیم، بعد از اون جمع، بعد از ای دیگه مدیکال الاونس انتخاب میکنیم، انتر میکنیم. وقتی که توتال بر ما کشید، حالا اگر ما هر کدام از را جدا جدا جمع کنیم بسیار وقت ما رو میگیره. فقط میایم اینجا بالا از استاد میشیم و اینجا وقتی که همین علامه کرسر میبینیم مثبت است، بولد است، سفید است. وقتی که بالا اینمی نقطه کنج ما قرار میگیریم، این سیاه میشه مثبت، این را انتخاب ماوس فشار میتیم و این را پایین کش میکنیم. چی میشه؟ برای ما تمام همین کارمندا را توتال نشان میده. و اگر بخوایم که مثلا تنها سالری معلوم کنیم که چقدر معاش میشه مکمل و مدیکال الاونس چقدر میشه، ایجا میم مساوی جمع 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 جمع، بعد از یک انتر بر ما نشان میده که توتال سالری چقدر میشه، 2200. بعدا باز هم به مو شکل ایره میگیریم و به طرف چپ کش میکنیم که برای ما بیجا خود توتال هر کارمند برای ما نشان داد، اینجا مکمل توتال سالری را برای ما نشان داد، اینجا مکمل توتال یا مجموعه مدیکال الاونس نشان داد و اینجا مکمل توتال مدیکال الاونس و سالری را که چقدر ماهانه کارمندای ما معاش و مدیکال الاونس میگیرن. این خود شد طریقه. طریقه دیگه ازی اگر ما کار کنیم، میایم اینجا مثلا اگر اینجا ما نوشته کنیم که مساوی SUM قوس شروع، امی اردو سیل ما اینجا سیلکت میکنیم، بعد از اون قوس بند، انتر. ای چی میکنه؟ ایره بر ما توتال میکنه. بعد از اون با مش طریقه ایره ماوس بالایش میاریم، ماوس فشار میتیم و ایره پایین کش میکنیم، جمع میکنه. ده اینجا هم مساوی SUM قوس شروع، امی رقم کل امی کالم که چقدر اعداد داره کلش سیلکت میکنیم، انتخاب میکنیم، بعد از ایره قوس بسته میکنیم، انتر میکنیم. بعد از ایره هم با مو شکل به طرف چپ کش میکنیم. این برای ما چی میکنه؟ این از اون فرموله قبلی که کمی آسان‌تر هستن. فرمول دیگه که باز ما داریم او با شکل کار میشه، میایم در اینجا استاد میشیم، در منوی هوم اگر بیایم اینجا یک علامه داریم که بالاش بیایم نوشته میشه این علامه سم است که این اتومات جمع میکنه. اگر ما بالا از این کلیک کنیم، این اتومات سل ها را همراه علامه سم میگیره، یک انتر میکنیم، این جمع میشه. بعد از اون کلیک و همچنان اگر از لحاظ رو جمعش کنیم، اینجا میم بالای همین علامه سم کلیک میکنیم، یک انتر میکنیم، این چی میکنه برای ما؟ جمعش میکشه، مجموعش جور میکنه. بعد از این طرف شب کش میکنیم، این امرای ما مکمل جمع میشه. دوستان عزیز، فرمولا با می شکل کار میشه، اگر جمع باشه، ضرب، تقسیم، کلش اینجا فرمولا کار میشه. در آینده انشالله بالاش کارم میکنیم. اگر بیایم که مثلا جدول از یک کمی دیزاین هم بدیم، اینجا مثلا میام اینجا میگیم یک رنگ و بولدش باشه، هم بولدش میکنیم، هم یک سر سایز همی هیتینگ روی از این زیاد میکنیم. اگر بخوایم که اینجا هم یک دیزاین داشته باشه، اینجا هم یک دیزاین میتیم. و اگر بخوایم که به شکل جدول شوه، فقط کل از این سلیکت میکنیم، این بخشه میایم در باردر، از این برش باردر میتیم، این بخشه هم یک باردر میتیم. اگر در پریویو بیایم این رو ببینیم، به شکل امرای ما این ظاهر میشه. دوستا، این بود درس امروز ما. درس ها رو ببینین. اگر خوشتان آمد چینل لایک و سابسکرایب کنین، همراه دوستان دیگه شریک بسازین. اگر کدام
انتقاد باشه، کدام مشوره باشه، میتونید از طریق کامنت با ما شریک بسازین. از توجهتان تشکر. روز خوش و خوشحال داشته باشین.